حتما براتون پیش اومده که یه چیز عجیب بشنوید و با خودتون بگید واقعا همچین چیزی امکان داره؟ خب امروز قراره با 10 تا از همین واقعیت‌های عجیب و غریب علمی آشنا بشید. چیزهایی که شاید باور کردنش سخت باشه ولی همه‌شون 100% واقعی علمی هستن. از قدرت عجیب سیاه‌چاله‌ها گرفته تا تأثیر باور نکردنی صدای موزیک روی گیاهان. آماده تا ذهنتون منفجر بشه؟ پس اگه دنبال چیزهای عجیب و علمی هستید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. ما میتونیم فقط 1% از نور مرئی رو ببینیم. شاید به نظر برسه که ما میتونیم همه چیز اطرافمون رو ببینیم. ولی حقیقت اینه که چشم‌های ما فقط قادر به دیدن 1% کوچیک از طیف نور مرئی هستن. بیشتر دنیا برای ما ناپیداست. حیواناتی مثل زنبورها هم میتونن نور فرابنفش رو ببینن. اما ما نمیتونیم. 60% از بدن ما آبه. باور کردنش سخته. ولی 60% از وزن بدن ما رو آب تشکیل میده. هر سلول، هر اندام، حتی مغز و استخوان‌های ما هم تا حد زیادی از آب ساخته شدن. این یعنی بدون آب ما خیلی سریع از بین میریم. اگه دوست داشتید یه بارون پر از جواهرات ببینید، باید به زحل یا مشتری سفر کنید. فشار هوای شدید این سیاره‌ها باعث میشه که اتم‌های کربن به الماس تبدیل بشن و این الماس‌ها مثل قطرات بارون از آسمون بیفتن. البته سفر کردن به اونجا یکم سخته. شاید فکر کنید که همیشه طول روز روی زمین ثابت بوده. ولی جالبه بدونید که به خاطر کاهش سرعت چرخش زمین هر سال روزها چند میلی ثانیه طولانی تر میشن. البته نگران نباشید. برای اینکه یک روز به اندازه 1 ثانیه بیشتر بشه میلیون ها سال طول میکشه. وقتی به فضا فکر میکنید شاید صدای انفجار یا صدای پرتاب راکت توی ذهنتون بیاد. ولی واقعیت اینه که توی فضا اصلا صدا وجود نداره. دلیلش هم اینه که صدا برای منتقل شدن نیاز به مولکول‌هایی داره که تا لرزش‌ها رو انتقال بدن و چون فضا خلأه هیچ صدایی شنیده نمیشه. این یکی خیلی جالبه. مغز ما هر روز به اندازه 1 لامپ 20 واتی انرژی مصرف میکنه. با اینکه مغز فقط 2% از وزن بدن رو تشکیل میده ولی بیش از 20% انرژی روزانه ما رو استفاده میکنه. این یعنی مغز ما مثل یه ماشین پردازش بسیار قدرتمند عمل میکنه. شاید باور نکردنی به نظر بیاد ولی واقعیت اینه که مغز ما چند میلی ثانیه زمان میبره تا اطلاعات رو پردازش کنه. این یعنی هر چیزی که ما میبینیم یا حس میکنیم کمی دیرتر از زمان واقعی اتفاق افتاده. در واقع ما همیشه با کمی تأخیر در حال تجربه دنیا هستیم. حتما شنیدید که میگن پر زدن یک پروانه توی یک گوشه از دنیا میتونه باعث طوفانی توی یه جای دیگه بشه. این مفهوم اثر پروانه‌ایه. توی علم این پدیده نشون میده که چطور تغییرات کوچیک میتونن تغییرات بزرگی در آینده داشته باشن. خیلی عجیب و تأمل برانگیزه. همه ما از ستاره‌ها ساخته شدیم. یعنی چی؟ شاید باورش سخت باشه ولی تقریباً تمام عناصر شیمیایی بدن ما از ذراتی تشکیل شدن که میلیون‌ها سال پیش توی ستاره‌ها به وجود اومدن. پس میشه گفت که ما واقعاً فرزندان ستاره‌ها هستیم. انگار کل کهکشان درون ما جریان داره. درختان با هم دیگه صحبت میکنن. بله، درست شنیدید. درخت‌ها از طریق ریشه هاشون میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. از طریق شبکه‌های زیرزمینی قارچ‌ها اونها مواد مغذی و حتی هشدارها رو به هم میفرستن. این یعنی جنگل‌ها نوعی شبکه مخفی دارن که مثل اینترنت عمل میکنن. خب دوستان، این هم از 10 حقیقت علمی باور نکردنی که شاید تا حالا نمیدونستید. دنیا پر از شگفتی‌های عجیب و غریبه که هر روز دانشمندا دارن
چیزهای جدیدی رو درباره‌شون کشف میکنن. حالا نوبت شماست. اگه شما هم حقایق علمی جالبی میدونید که ما نگفتیم، حتما توی کامنت برامون بنویسید. و اگه از این ویدیو لذت بردید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی حسابی مراقب خودتون و دنیای شگفت انگیزی که توش زندگی میکنیم باشید. بدرود.